خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید دیگه که اومدیم بهتون بگیم که چطور به حساب یک پیجی رو بخواید از اینستاگرام حذف کنید یا ببندید. انشالله به چند روش مختلف هستش که با هم دیگه میریم تست میکنیم و ممنون میشم چنل رو سابسکرایب کنید و اون لایکش هم بزنید و زنگوله هم بزنید که ویدیو جدید آپلود شد حتما مطلع شید. و دوستان اینو بگم که دوستان این روش کاملا تضمینی هستش که من خودم دوره رو تهیه کردم از یکی که به حساب تبلیغ نمیخوام کنم، به حساب این دوره رو به قیمت 499 تومن تهیه کردم، ولی برای شما امروز اومدم که کلا همون چیزایی که من یاد گرفتم و به شما رایگان بخوام یاد بدم. هیچ چیز خاصی نداره، کلا ما دو تا برنامه رو همین دو تا برنامه رو بیشتر نیاز نداریم. یکیش اینستا ایکس هستش که حالا بعد کاربردش رو بهتون میگم که چه کاربردی داره، و دوم اینستاگرام به راحتی باشون پیج ببندید. حالا دوستان مثلا ما وارد اینستاگرام میشیم و این یک پیج فیک من هستش که شما میزنید مثلا هشتگ گواهینامه که بزنید میای داخل برچسب ها و اینجا روی این میزنید. دوستان شما باید بیاید که یک عکس به حساب گواهینامه یا چیزی که الان بهتون میگم نمودارش مثلا چطور هستش، مثلا یک لحظه باید بگردید دوستان، اینطوری نیستش که بخواید همین به زودی بخواید حذف شه، بعد یکم بگردید و الان نمونه کارش رو بهتون میگم اگر بخواد زود پیدا بشه. اگر پیدا نشد که من ویدیو رو مجبورم بزنم یکم جلوتر. با هم دیگه میریم، اگر پیدا شد که پیدا شد، نشدم که هیچ دیگه چیکار کنیم، مجبوریم ویدیو رو بزنیم جلو. بریم آقا ما بعد مدت های بالاخره 100 تا تست و از این چیزا زدیم دوستان. حالا شما بگید که آقا این پیج مثلا آقا میبینید این اسمشه، بیاد حتما از این پیج استفاده کنید و میتونید اینجا به حساب این میگن ساب. حالا ساب چیه دوستان؟ ساب باید شما سابتون رو مثلا قوی کنید که بخواید به اینستاگرام مثلا پیجی یا پستی چیزی بخواید گزارش کنید که اینستاگرام بتونه به شما اعتماد کنه و بتونه اون پیج رو ببنده. و دوستان شما باید مثلا یکی مثل این پیج رو بیاید مثلا این عکساشو کامل مثلا روزی 5 تا الی 10 تا عکس از این چیزا رو پاک کنید تا سابت قوی شه. الان این 108 تاش من یکی تست کردم، یکی شو یعنی پاک کردم. خب دوستان شاید بگید که چطور باید این عکس سابش رو به حساب یا عکساشون رو پاک کنیم. این پیج حتما بیاید، من بعد 3 ساعت کشتم تا یه همچین چیزی پیجی رو پیدا کردم. دوستان شما مثلا آقا یکی میره داخل گروه مال که مثلا پیج رو از این چیزا میبندن، میگن آقا مثلا این با سلف میره. حالا سلف چیه؟ سلف یعنی آقا یعنی خودکشی، یا مثلا شما پستی چیزی بندید اونجا نوشتن خودکشی و خلاصه یه چیزی. حالا بعد بهتون میگم که چی هست و چی نیست. شما مثلا بخواید ساپتون رو قوی کنید که اینستاگرام به شما بخواد اعتماد کنه، شما الان فقط راهتون اینه که بخواید این پستا رو ببندید. و حالا چطوری؟ شما فقط کافیه 3 نقطه بزنید، روی گزارش بزنید و بیاین این پایین و روی خودکشی رو بزنید، ارسال، و روی بعدی رو بزنید. اینجا میبندید آقا دیگه بیرون نمیره تا 10 ثانیه میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا میبینید چند تا پست داره؟ 107 تا. یه رفرش که بزنیم میشه 106 تا. الان ما یکی از این پستاشو حذف کردیم. خب دوستان حالا شاید برای شما سوال باشه که ما چطور بفهمیم آقا این پیج رو به ما بسته کردیم یا نه. خب دوستان الان دقیقاً من اینستا ایکس رو برای همین چیز خواستم که گفتم اینستا ایکس لازم هستش که بعد بهتون میگم. شما فقط برای چک کردنی که بدونید آقا این پیج واقعا کار شما بوده و میاید داخل تنظیماتش، میاید روی راهنمایی، روی درخواست‌های پشتیبانی و اینجا روی گزارش‌ها رو میزنید. الان تمام این چیزهایی که ما اینجا بستم دارید میبینید. 30 ثانیه پیش من الان یه پستی رو بررسی شد و روی این بزنم میبینه که شما عکس رو به دلیل دستورالعمل ما نقص برداشته این و میگه خلاصه از شما ما تشکر میکنیم، یه چیزی میگه به دلیل خودکشی و از این چیزا. و اینطور الان میبینید که به راحتی پیج بسته شدش. خب آقا الان مثلا بخوایم ما الان یک حسابی رو مثلا گزارش کنیم که اون حساب بسته بشه، مثلا چطور آقا؟
مثلا آقا شما میان داخل این قسمت میزنید آقا، مثلا میزنید مثلا استقلال، مثلا استقلال فن پیجاش میاد، یک فن پیجی به حساب یک لحظه من استقلال رو اصلی بزنم، مثلا اس یک لحظه دوستان، مثلا آقا امیر، نه یک لحظه چه پیجی معروفی رو بزنم که بتونه به راحتی بسته بشه، مثلا علی حسینی ویای، ای بابا هیچ حسابی نیست، یعنی تو اینجا یک لحظه دوستان یک پیجی رو براتون بیارم که بتونم همینجا شاید احتمالاً بخواد بسته بشه. یک لحظه مثلا آقا پرس آقا مثلا پرس پلیس. خب آقا میبینید که داره فن پیجاش میاد دوستان. شما مثلا آقا این پیج الان این احتمالاً بتونه بسته بشه. الان میدونید که بگید که شاید چطور این پیج بسته بشه. الان این 1000 تا اختلاف در پیجش وجود داره. الان میگه چطور؟ یک جعل هویت کرده و میتونید شما به چند نوع این پیج رو بسته کنید و من این کارو نمیکنم دوستان. شما این کارو نکنید، واقعا این زحمت کشیده و اصلا شاید احتمال داره این پیج بسته نشه، ولی برای مثال دارم میگم. من اصلا هیچ گزارشی روی این پیج اصلا نمیدم. خب میبینید که ما میتونیم به چند نوع این پیج رو بسته کنیم. مثلا آقا این هرگز نامه که اصلا هیچ تاثیر نداره، اصلا این دوتا اصلا دوستان براش نگردید. این خودکشی همین شما اول باید سلفتون رو قوی کنید، همون سلفی که بهتون گفتم باید پیج و همون عکس‌ها رو ببندید تا بتونید سلفتون قوی شه. وقتی که شما روی بزنید رو گزارش بزنید، اونجا ممکنه حالا سلف بخواد مثلا 2 بار پشت سر هم سلف بزنید و اون پیج بسته بشه. این دوتا اصلا هیچ بهتون بگم که اصلا هیچ به درد نمیخوره، فقط اینم یکم این دوتا ممکنه و این اصلا این 4 تا اصلا من خودم که این دوره رو خریدم خودش اصلا یارو خودش هرچی پیج بوده بسته کرده، ولی میگفت این به درد نمیخوره. حالا این پیج بخوایم مثلا سریعتر جواب بگیریم که بخوایم بسش کنیم، شما روی خود را به جای دیگه وانمود میکند. مثلا من بزنید، خود شما خود هیچ کسی نیستید که بخواد اینستاگرام شما رو چک کنه که بخواد ببینه. شخصی که دنبال میکنم هم که اینستاگرام زیاد بگیریم، ولی فردی مشهور رو که بزنید اینجا روی پرس پلیس رو بزنید، میرید پیج پرسپولیس میاد دوستان. شما وقتی روی بزنید ارسال گزارش رو میزنید. الان این بسته نمیشه ولی من مثال زدم. میبینید که بله الان ما گزارش رو زدیم و به حساب این پیج هستش که میتونیم با جعل هویت مثلا آقا شما استقلالی هستی میخواد پیج پرسپولیسی ها رو ببندی، یا مثلا پرسپولیسی هستی یا اصلا طرفدار، یا همینطور مثلا میتونید فن پیج های آدم های معروف هم همینطور بسته کنید، یا کسایی هم که مثلا رفیقاتون هستش که شما میخواین اون پیج رو ببندید میتونی با سلف ببندید. یعنی شما جعل هویت اون دوستتون هیچ هویت چیزی نداره که بخواد مثلا شما ببندید. و اینم دوستان این حالا ما کجا باید این نتیجه این که بخوایم بفهمیم پیج بس مثلا نتیجه کجا باید بگیریم دوستان. من حتما فایل میبینید که بله اینجا آقا مثلا اگه بخواد یه نتیجه بیاد اینجا میاد. حالا شما بگید که نه بابا اینا الکیه دوستان، این تصویرایی که شما دارید میبینید من تمام اینا خودم بستم و این پیج اصلی بوده که بستم و ویدیوهاشم کلا هستش، ولی نمیتونم متاسفانه بذارم چون ممکن الان یه وقتی در سرم بشه، شاید ممکن نباشه بخواد چیزی باشه. من حتما لینک این نسخه رو، چون نسخه قدیمی هستش که شما باید حتما این نسخه رو داشته باشید که بتونید نتیجه رو ببینید. این هم از این ویدیوی امروز. ممنون که تا امروز تا الان همراه ما بودید دوستان. امیدوارم که کامل یاد گرفته باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.